полковник مصطفی کومیلوف میر محمد اشوروویچ فرمانده سابق پولک قلعه تیمورملیک در شهر خوجند در سن 60 بر اثر سکته دل درگذشت. جنازه پولکوونیک کومیلوف را شب 19 مارت از روسیه به تاجیکستان آوردند و مراسم نماز جنازهش بعد نماز جمعه در کوچه صادرخان حافظی شهر خوجند دایر می شود. میر محمد کومیلوف 25 ایون سال 1960 در محله پلچقور شهر خوجند در عائله خدمتچی به دنیا آمده. سال 1970 مکتب میانه رقم 24 را ختم کرده است. او بعد ختم مکتب به مکتب عالی حربی وزارت کارهای داخلی در شهر نوسیبیرسک روسیه داخل می شود. بعد ختم آن تا سال 1990 در جمهوری‌های مختلف سابق اتحاد شوروی ادای وظیفه کرده است. بعدا به تاجیکستان برگشته در ساختارهای مهم دولتی ادای وظیفه نموده است. دارنده افتخارنامه و دیپلم و رحمتنامه و مدال‌های زیاد بوده تا به نفقه برآمده به حیث فرمانده پولک در قسم حربی 3501 قلعه تیمورملیک کار و فعالیت داشته است. از پولکوونیک کومیلوف 5 فرزند و 5 نبیره باقی ماند.